زبان شیطان چیست؟ رمزی که فقط جادوگران واقعی آن را می‌فهمند. گفتند اگر نام واقعیش را بدانی او را فرا می‌خوانی، اما کسی نگفت اگر به زبانش حرف بزنی او تو را پیدا خواهد کرد. زبان شیطان نه زبانی انسانی است، نه قابل آموختن با منطق. برخی آن را زبان فراموش شده از اعماق جهنم می‌دانند و برخی دیگر صدای تاریکی درون ذهن انسان. در متون ممنوعه‌ای مثل کتاب سایه‌ها یا حتی نکرونومیکون نشانه‌هایی از این زبان آمده است. جادوگران کهن باور داشتند هر موجودی از دنیای تاریکی نامی در زبان خودش دارد. اگر آن را پیدا کنی می توانی اون را فرا بخوانی یا بدتر او تو را. برخلاف زبانهای بشری این زبان گرامر ندارد. کلمات آن هر بار که تلفظ می شوند معنایی تازه خلق می کنند، زیرا زبان شیطان زبان انرژی خام است، ترکیبی از صدا، نیت و لرزش‌های پنهان هستی. جادوگران واقعی میگویند در زبان تاریکی هر کلمه زنده است، هر حرف مانند چاقویی در روح تو حک می شود. در تومار لامیا اوبسکورا آمده اگر این زبان را تنها برای کنجکاوی بیاموزی آینه ها دیگر تصویر خودت را نشان نخواهند داد. هشدار: تکرار این کلمات ممکن است باعث تغییر در خوابها، رویاها یا تجربه های ادراکی شود. طلسم فراخوان تاریکی زازازل اینورات نوکس آترامنتوم ونتوراس. نیتت باید واضح باشد. چه می‌خواهی؟ قدرت، دانایی، پیمان. هر آنچه بخواهی بها خواهد داشت. اگر زبان شیطان در تو فعال شود ممکن است این نشانه ها را ببینی: شنیدن صداهایی در زمان خواب یا بین خواب و بیداری، نوشته های عجیب که روی دیوار یا کاغذ خود به خود ظاهر می شوند، احساس دیده شدن حتی در تنهایی، آینه هایی که کمی دیرتر تصویر تو را نشان می دهند. اگر این اتفاقات شروع شد مسیر را باز کردی. زبان شیطان برای همه نیست، اما تو که هنوز اینجایی شاید از آنهایی هستی که تاریکی خودش انتخابش کرده. کل کاشپا ایتنداما